امروز کلاب درد را از سر می گذراند. آفت طبیعی ناگهان آمد. آبهای خشمگین کوچه ها را پر کردند. خانه ها را ویران کردند. آرزوهای آدمان را با خود بردند. اینجا دیگر تنها آب نیست. اینجا اشک است. اینجا درد است. اینجا امیدهایی هستند که زیر لای ماندند. کودکی که دیروز میخندید امروز خاموش است. مادری که خانه‌اش را با مهر ساخته بود امروز در نزد ویرانه ها ایستاده است. پدری که برای عائله‌اش مهنت میکرد امروز راه میجوید که از نو آغاز کند. خدایا ما تنها از تو یاری میطلبیم. اما در میان این همه تاریکی یک نور هست. نور انسانی.